این تلبار که خرید بکنیم، خریدمون که تمام میشه میبینی شما که آوردیم خونه، تمیزش کردیم، گوجه فرنگی چند تا برای سالاد گذاشتیم و چند تا هم خورد و له داره. همین خورد و له ها رو، گوجه فرنگی هایی که یه کمی لک داره رو میتونیم چرخشون بکنیم. وقتی چرخشون بکنیم میتونیم آمادهش بکنیم و یه سس خیلی خوشمزه درست بکنیم. سلام. سلام، حال شما خوبین؟ ارادت من. سلام. حال شما خوبین؟ ارادت من. قربان شما. سلامت باشید. مزاحم شدیم. سیب زمینی درشت میخوام. خب خیلی خوب. بیاین اینجا. ببین چی کار بکنیم. میخوام که سیب زمینی ها رو اینجوری جدا کنم. سیب زمینی هایی که توی این سایز هستن، سیب زمینی های درشت و صاف رو پوست میکنم و ورقش میکنم. نگاه کنیم سیب زمینی هایی که توی این سایز هستن کافیه. 7-8 تا از اینا بگیریم. گوجه فرنگی هم که گرفتیم، یه کمی گشنیز میخوایم و ادویه‌هاشم تو استودیو بهتون میگم. بیایم بریم، میخوام یه سیب زمینی درست بکنیم. شاید یه ذره پنیر رنده شده پیتزا هم روش ریختم که آماده بشه. یه سیب زمینی خیلی خوشمزه، چیپس سیب زمینی درست کنیم. چیپس از بیرون نخریم، خودمون میخوایم درست کنیم. بریم کلی کار داریم. خب مواد لازم رو عرض کنم خدمتتون. گفتیم که چیپس و پفک رو بیرون تهیه نکنیم. یکی از بیننده ها پیامک زده بود، گفته بود که رضای طاهری ثابت کن که سوسیس و کالباس چرا بده. ثابت کن دیگه. ثابت کردن نداره دیگه. دکترای تغذیه، دکترای پوست و مو گوارش و دکترای دیگه در موردش خیلی زیاد صحبت کردن. فکر میکنم که من راجبش صحبت نکنم خیلی بهتره. فقط میگم که بهتره که توی خونه تهیه بکنیم. گفتین خب اگر راست میگی سوسیس خونگی رو آموزش بده. حتما نه، آموزش نمیدم، جسارت نمیکنم. قراره با هم تجربهش بکنیم. اما مواد لازم امروز چیپس سیب زمینی و سس. ببخشید اینجا یه چیز دیگه نوشتن. دوستان اینو ببینین. این کار سعید مقدمه. نوشته مواد لازم. ببین من چه کار بکنم اینجا. چیپس سیب زمینی و سس که این ادامهش هم نیست. سس گوجه فرنگیه. بله ببینید اینم مواد لازمی که برای من نوشتن. شما ببینید اینو میتونید بخونید. به من بگین من بخونم براتون. بله اشکالی نداره. اما بگذاریم. مواد لازم: سیب زمینی 4 عدد. سیب زمینی ها رو شستیم خوش رنگ بدون کوچکترین سبزی. هیچ رنگ سبزی درش نیست. آماده است. سرخ کن رو دمای 160 درجه آماده است تا چیپس سیب زمینی لذیذ خونگی رو با هم تجربه بکنیم. اما آب
7000 تومان. چطوری میشه؟ متفاوته. چرا؟ ناخالصیش کجاست؟ بهش فکر کنیم. ناخالصیشو بهش فکر کنیم. فلفل پودر یا ادویه‌های پودر معمولاً 1/3 یا 1/2 قیمت آسیاب نشدهشه. چطور؟ یعنی یه سری خیر هستن میرن اینا رو برای ما آسیاب میکنن، نصف قیمت میدن. بهش فکر کنید، خواهش میکنم بهش فکر کنید. دلیل اینه شعار ما در سیمای خانواده تغذیه سالم هستش. اجازه بدید که من بخش دومش آقای شجاعی مهر نگم، خود بیننده ها قضاوت بکنن، چون من اصلا کارشناس کار اصلیم آقای شجاعی مهر سرممیزی زو 22000 کارم بازدید کارخانه‌های صنایع غذاییه و پیشنهاد میکنم که ادویه ها رو آسیاب نشده بکشید. یه نکته خیلی مهم رو عرض کنم خدمتون. آقای شجاعی مهر میخوام یه چیزی تعریف کنم. دیروز یکی از دوستام جاتون خالی زنگ زد به من و گفتش که چند تا ماهی کولی آوردم. من رفتم این ماهی‌ها رو گرفتم و بردم به خونه و شروع کردم اینا رو سرخ کردن و آماده کردن و خلاصه این ماهی‌ها رو بعد از سرخ کردن و آماده شدن به خودم نرسید که مزه کنم. تموم شد. مهمون داشتیم. بعد که تموم شد تصمیم گرفتم که عصری هم بود گفتم برم یه پیاده روی بکنم. وقتی که میریم پارک می‌خوایم چیکار کنیم؟ نفس بکشیم. می‌خوایم هوای تازه رو توی محیط بگیریم. چشمتون روز بعد نبینه. دیدین میگن تلفن همراه، کیف همراه، نمیدونم وسیله هایی که الان جدیدن درسته به اسم همراه. یه چیز عجیب و غریب دیدم توی پارکی که رفته بودم تو همین تهران، شمردم آقای شجاعی مهر بیش از 1000 عدد قلیون دیدم. قلیون همراه بسته بود به کمرش و راه میرفت و قلیون میکشید. قلیون سفری توی ماشین قلیون میکشن. یعنی پول در میاریم، زحمت میکشیم، مواد اولیه سالم تهیه میکنیم. همین چیزی که میبینید تو سیمای خانواده در مورد سلامتی صحبت میکنیم. امروز هم که شنبه است، روز سلامتی. بعد که اون مواد رو میخریم با زحمت که سلامت جسممون رو تامین بکنیم، میریم بعدش. حالا خانوادگی قدیما سیگار بودی پشت دستشون یه نفر یه سیگاری میگرفت میکشید. الان خانوادگی همه با هم میشینن، اون پولی که دادن غذای سالمو گرفتن و خوردن زحمت میکشن، حالا قلیون میکشن دود میکنن که اون سلامتیه رو به خطر بندازن. کجای کاریم؟ چی کار داریم میکنیم؟ چه فرهنگیه که تو خونه ها آقای شجاعی مهر، توی پارک قلیون خانوادگی. بعدم به بچه میگه حالا تو هم یه ذره بکش ببین، یه قلیونم اون میکشه. واقعا بماند. اما سیب زمینی سسمون آماده شده، آب گوجه فرنگی، ادویه ها رو ریختیم، چیپس سیب زمینی هم داره آماده میشه. میبینین میخوام یه کوهی از سیب زمینی درست بکنم. میتونید یه ذره بهش پودر پاپریکا بزنید، بچه‌ها گفت خوش رنگ‌تر میشه. بچه‌ها به من گفتن نمک، گفتم لطفاً نمک رو از سر سفره حذفش بکنید. این هم یه نکته خیلی مهم. ترکیب ادویه ها فلفل قرمز و سفید و سیاه هستش. میتونید به سلیقه خودتون کم و زیادش بکنید. سس هایی که به صورت بسته‌بندی یا خارجی یا ایرانی فرقی نمیکنه، قیمتش زیاده، میخواین تو خونه بپزین و برای ما پیامک بکنید، حتما براتون درست میکنیم. تخم گشنیز، کمی میخک، نمک میتونه کمک میکنه ما با آب گوجه فرنگی به همراه سرکه سیب و کمی لیمو ترش یه سس گوجه فرنگی خوشمزه داشته باشیم. یه نکته خیلی مهم چون وقت نداریم من بگم، ببینید سیب زمینی ها رو به این شکل، این مروتی کشته من امروز، اینقدر هنرمند، اینقدر دوست داشتنی، خلاصه حسابی زحمت میکشه دوربین رو دوشش، باید یه جوری ازش تشکر کنم. ببینید به این شکل شروع میکنم ورقه‌ای برش زدن و میذارم داخل سرخ کن. فکر کنم بهتر باشه. بیارم بزنم آقای شجاعی مهر، ببینید چه سوسی درست کردیم. ببینید دوست دارید رنگش شاهکاره. چیپس سیب زمینی و سس گوجه فرنگی خواهش میکنم. طاهری جان آشپزی نمی کنی، معجزه می کنی، من نمیدونم چه می کنی. خواهش میکنم.